رئیس محترم. و علیکم جمع گل چیار داری؟ اشتم صاحب خوی خیلیت جان شما جوره. سلامت باشی. کار داشتی؟ والا رئیس محترم آمده بیدم بازم یک کمی پول بخیر ببریم به قرض بدیم جانمه. جمع گل تو سال از 12 ما پول قرض میکنی. من نمیفهم توی پولا رو چکار میکنی؟ پس ماشای خودت چکار میکنی؟ خرج و خوراک ما زیاده صاحب. خب بیگپم درسته راست میگه تو که چه پشدارم صاحب 7 تا بچه کم نیه قربان شما نرخ و نوام خوبی از بالای معاشای مامورین هم کم این گپ تو معقول راست میگی درسته. خب من کار میکنم که برای تحویلدار میگم خب که یک چند روپی برای تو قرض بده باز بعد از تو وقت معاشای خود گرفتی باز پولای تحویلدار بدی. بچه شم صاحب خاطر من قلم و کتابچه بستونم صاحب قلم و کتابچه برای بچه ها خود. آفرین ولی درس بخونم صاحب. آفرین مثل شما بخیر من روی میز بشینم باز. آفرین فکر تو خوب است من تایید میکنم. من چی میکنم راستی خوب شد آمدی جمع کن. بله من موبایل روان کردم به تعمیرگاه موبایل خدا. حالا گفتم موبایل خدا بده که یک زنگ بزنم کار دارم ببیرم. شما ما این زنگ بزنید صاحب. بله ای بچه شم صاحب با اجازه صاحب این روشن صاحب. خب خیر بینید انیم افغان بیسیم صاحب به خارج و به داخل به هر جا میتونیم زنگ زده صاحب. امتحین صاحب امتحین. خب بله اصلا این هم اتصالات صاحب. افغان تلکام هم ثواب خیر میستونم. نخند چرا صاحب؟ یعنی چی؟ ای چند تا موبایل داری تو؟ خب صاحب به هر جا ما این زنگ بزنیم اله؟ من که گفتم به هر جا ما این زنگ بزنیم صاحب 4 تا. توش مغازه موبایل فروشی و سیم کارت فروشی داری یا اینجا پیاده دفتری؟ نه صاحب من پیاده همین دفترم صاحب جان. پس چیکار میکنی؟ دست فروشی داری بعد از وقت؟ نه بابا دست فروشی هم ندارم صاحب مود صاحب ولد. حالا من فهمیدم. پس این پولایی که تو قرض میکنی سال از 12 ما قرض داری معاش خودم پیشکایی میگیری و خرج میکنی پس اینا هم بگی سیم کارت میشه و اس ام اس میشه و دیگه مصارف هم اس ام اس سیوا صاحب خب دیگه چه کار کنم اگه او آنتن نده از او میزنم اون نده از او نده اوی که دیگه صاحب. به خونم سیوهی داره صاحب. خب بله مادر بچه ها من میرگم 4 تا دارن صاحب. برای بچه های خورده خودم پس بس کتابچه و قلم تو از این موبایل چیزا گرفتی؟ اما خورترک خدای جرمت کنم گفتم اگر موبایلم از اونها باشه که اسکم بگیره اسک میگیره؟ بله تو بگی اینا بله از این لحظه بله من تا که به تو معاش قرض میدم که از دفترم اخراجی